سلام بچه ها، من نگینم. خوش اومدید به کانال یوتیوب من. ما داریم میریم امروز کاسکو یه خورده خرید مریده خوراکی و اینا بکنیم، ولی قبلش بریم یه دونه کافی بخوریم بعد بریم. بچه ها سمت پاییز که میشه اینجا استارباکس یه نوشیدنی میاره، پامکین لاته. بعد دفعه اول من میخوام تستش کنم، میخواستم ببینم، میدونم که مثلا مزه کدو و اینا باید بده. وای خیلی خوبه، یه چیز گرم و شیرینه، قشنگ مزه پاییزی طوری میده. بعد بچه ها توی کانادا میگن لاته، مثلا لاته توی ایران خیلی میگفتیم ولی نمیدونم حداقل تو کانادا که میگن لاته، یعنی خیلی خوبه. امتحانش کنیم. آهای خوشگل عاشق، آهای عمر دقایق، آهای وصل به موهای تو سنجاق شقایق. صدام کردی نگونم چه خوبه زخممون یکی باشه ما. بعد ما بارون میباره از شازادی، من به بارونا سپردم، به خیابونا سپردم. اگه یه روزی نوم تو گوش من صدا کنه، باز جمع با وجود خاطره های قبلی، قیافه تو با اون چشای وحشی، نگاه های غمگین و نازای عمدی. یه چیزی مثل کشف و دوغه، تموم زندگی پر از دروغه. هیچ کسی رو دوست نداره، دوست داره عاشقتم شواره. سرده خیلی زوده بابا، تازه اکتبر آخر منم فرد. آره دارم میبینم. اینجا برای سگیناست ولی من اعتماد ندارم به این کوتیا، چون حالا باید بخونم ولی فکر می‌کنم اعتماد زیاد توشون شکر داره. اینم کاپشناشه ولی تاینی انقدر کاپشن داره که دیگه لازم نداره بچه، ولی اینا بامزه. چیه این؟ چی داره توش؟ کبد گاو جیگر. این تیکه جای خطرناک کاسکوه، همینطوری پر
کیک و شیرینی و اینای وسوسه کننده است. این یه تیکه رو به سلامت رد کنی جلو خودتو بگیری ده هیچ جلویی. ارژنگ فکر نمی کنم بخواد همینطوری رد کنه اینجا رو. اینا خیلی خوشمزه است. اینجا الان قسمت میوه و لبنیاتش سرده، مثل یخچاله باید لباس بپوشیم. خود یخچاله دیگه. آره. اسپین رول سبزیجاته ولی احساس می‌کنم کالریش زیاده. نشه هر دو تاش 250 یا 270 کالری داره. بعد امتحان کنیم. بعدته خیلی سرد شده. صبح داشتم با مامان بابام حرف می‌زدم، گفتم که سرد شده دیگه، یه هودی یه چیزی باید بپوشی، ولی فکر کنم دیگه کاپشن و پالتو میخوایم. خیلی سرد شده. کاسکو خوراکی که به دلمون بشینه براش پیدا نکردیم. اومدیم اینجا یه پت شاپ. بچا اینو قبلا فکر کنم دیدین تو ویدیو، من تو آب تاینی میریزم. این دهان شیره است برای اینکه هیچ سگی خیلی از دوست نداره مسواک بزنه. ما اینو میریزیم تو آبش، کمک میکنه که جرم نگیره دندوناش.